صبح صادق به همه بیننده عزیز رادیو آزادی مبارک باشد. ساعت به وقتی پراگ رسو 7 است و من در این صبح بر وقت از پراگ شما را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان آشنا میکنم و تشکر میگم که بازم این لحظه ها ما را تماشا دارید و 5 دقیقه خود را برای شنیدن مهمترین خبرها صرف میکنید. خب شروع میکنیم از آن که چند ساعت پیش نهاد نظیر انتخابات ترکیه طبق نتیجه های پیشکی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی آن کشور رو برنده انتخابات روز یکشنبه 24 ایون اعلام کرد. با گفته این نهاد اردوغان بیش از 50% رای ها را به دست آورده و نیاز به دور دوم انتخابات پرزیدنتی نیست. نتیجه انتخابات پارلمانی در آن کشور نیز به نفع حزب عدالت و ترقی با رهبری رجب طیب اردوغان است و متحدان آن می باشد که آنها این دفعه نیز به احتمال بیشتر توانستند کرسی های زیاد را در پارلمان صاحب شوند. خب باید گفت که اردوغان سال 2003 به نخست وزیری ترکیه رسید و سال 2014 تا به حال رئیس جمهوری ترکیه می باشد و درباره نتیجه های آخرین این انتخابات تفصیلات درباره این معرکه سیاسی و همین گونه درباره نامزدان اصلی آن ما کمی دیرتر در برنامه خبری برای شما شرح خواهیم داد. و برمیگردیم به تاجیکستان. نقطه‌اش و دوشنبه که دیروز در شهر دوشنبه باز سوختار به عمل آمد. این دفعه آشخانه راحت در نزدیکی کارخانه نساجی دوشنبه آتش گرفته است. برخی شاهدان گفتند که حادثه ساعت 4:30 بیگاه رخ داد. در عکس النواری که آنها فرستادند دیده می شود که چگونه دود و علنگه بلندی آتش آن بنا را فرا میگیرد. این آشخانه در روبروی آشخانه معروف لذت جای گرفته یکی از محله های سیر مشتری به حساب می رود و باید گفت که تا یک ماه اخیر این بار چندم است که در چند گوشه دوشنبه سوختار ثبت شده است و هفته گذشته طوری شما میدانید یک مرکز سودای متعلق به صاحبکار ایرانی در محل وطن اساسی آتش گرفته بوده. از اون پیشتر در سلطانی کبیر در یکی از کارخانه های معروف و همین گونه در قهوه‌خانه ترکیه میروه نیز آتش سوزی به عمل آمده بود و مقامات انتظامی میگویند که آنها این آتش سوزی ها را تحقیق دارند و به احتمال بیشتر به گفته آنها بازم از بی احتیاطی در این بناها آتش سوزی شده است و آنها میگویند که یعنی منظورم مقامات انتظامی میگویند که اینجا یگان برقصدکاری نیست و کسی این بناها را برقصدانه نسوزانده است. خب یک خبر دیگری ما مربوط به آن است که یک ساکن شهر بختر با اتهام قتل همسرش در بازار حاجی شریف بازداشت شده است. مقامات امور داخلی تاجیکستان گفتند که حادثه روز 22 ایون در پیش چشم آدمان رخ داده است. نفر گمانبر ساکن 23 ساله نویه رودکی بوده، موقتا در شهر بختر میزیسته است و در دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفتند نامبرده از حسیات رشک و بدبینی با کارد آشخانه چند دفعه با عضوهای بدن همسرش که زن 29 ساله بوده است میزند و در نتیجه این زن جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داده است. مقامات گفتند از روی این حادثه پرونده جنایی باز شد و تفتیش ادامه دارد و باید بگویم که طی 2 سال اخیر این چند حادثه از دست شوهران قتل شدن زنان به گوش می رسد و تنها ماه اکتبر سال گذشته مجید بردی ساکن شهر سرافشان هم همسر سابقش را با ضرب 19 کارد در پیش چشم ساکنان بازار که در مرکز شهر بود به قتل رساند. و خبر دیگری ما به شمال تاجیکستان داخل دارد. ساختمان تالکو گولد شرکتی وابسته به کارخانه آلومینیوم تاجیک با سرمایه چین در حدود نویه عینی شروع شده است. مقامات گفتند که کارخانه در 1.5 سال آینده به فعالیت پرداخته. در نوبت اول استحصال 1.5 تن طلا و بیش از 16,000 تن سرمه در نظر بوده است. اکنون کان طلای سیاه در نویه وحدت، کانهای دوبه شرقی و کومرغ در نویه عینی و کانهای مربوط به کارخانه طلای زرافشان به دست شرکت‌های چینی گذاشتند و در چند سال اخیر چین به شریک اصلی تجارت تاجیکستان تبدیل شده. هر دو کشور همساله به بیش از 2 میلیارد دلار دو گرفت میکنند. و خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 24 ایون گفت که علی رحمان در جریان سفر 6 روزش به ولایت سوخت که از نویه عینی شروع شده است به ساختمان این کارخانه آغاز بخشیده است. با اطلاع همین منبع برابر با استفاده دادن کارخانه تاجیکستان از روی استخراج و استحصال سرمه در جهان بعد چین و روسیه
قرار خواهد گرفت. خب چون از روسیه گفتیم، در روسیه پس از 3 ماه سوختاری مرگبار در کی میرود، مجمع روحانیان مسلمانان فرزان سلیموف زاده تاجیکستان را با مدالی برای کوشش و خدمت شایان قدردانی کرد. فرزان سلیموف روز 25 مارت امسال برای نجات 10 نفر از سوختار در مرکز تجارتی ضمنی ویشنی که میرود کمک کرده بود و در این سوختار 60 نفر از جمله 40 کودک جان باختند. و ماه می امسال تخریب کرده شد خود این بینایی که خراب گردید و در این سازمان دینی به رادیو آزادی گفتند که آنها از مردانگی و رفتار خیرخواهانه فرزان سلیموف که هنگام سوختار به حیث مسلمان حقیقی آدمان را نجات داد قدردانی کردند و این سازمان همچنین در یک نامه هم گفته است که از چنین رفتاری فرزان سلیموف میبولد. خب قابل به یادآوری است که از این پیش کمیته تفتیشاتی روسیه نیز از این زاده تاجیکستان برای نجات 10 نفر از سوختار قدردانی کرده بود. جمله الکساندر باستریکین رهبر کمیته تفتیشاتی روسیه آخر ماه مارت امسال با فرزان سلیموف و 3 نفر دیگر ملاقات کرد و گفت که این افراد جان خود را در خطر گذاشته به آدمان یاری دادند و قهرمانی واقعی را به نمایش گذاشتند. و اگر درباره فرزان سلیموف میخواهید بدونید، او زاده شهر دوشنبه است که از سال 2003 به روسیه رفته است. پس از ختم دانشگاه برای کار و زندگی این کشور را انتخاب کرد و حالا شهروندی روسیه را دارد و با زن و 3 فرزندش در شهر که میرود به سر میبرد. خب از قهرمانی گفتیم، از درباره نجات دادن آدمان از مرگ گفتیم و اینجا یک خواهش داریم یا یک مراجعت داریم به اون نفرانی که میخواهند کار خیری را انجام بدهند. یک طفل 3 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف به کمک افراد خیرخواه یعنی ما و شما نیاز دارد. به گفته پیوندانش محمد رسول عبداللهیف مبتلای سرطان جگر است و حالا او در بیمارستان شهر مسکو بستری میباشد. پزشکان در روسیه گفتند که برای طبابت محمد رسول عبداللهیف تقریبا 2.5 میلیون روبل روسی که معادل 40,000 دلار میباشد ضرور است و در حال حاضر بنیاد خیریوی ژیزن کاکچودا در روسیه مسئول جمع‌آوری مبلغ برای طبابت محمد رسول خردسال است و این سازمان میگه تا کنون 10% مبلغ ضروری برای طبابت یعنی که بیش از 200,000 روبل روسی است جمع آورده است. اگر شما دوستان عزیز میخواهید برای نجات این طفل خردسال کمی هم باشد سهم گذارید، صورت حسابش را میتوانید از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید که در این باره در رابطه با این طفل خردسال در اونجا معلومات پورا نوشته شده است. تشکر میگم که شما چند دقیقه خود را برای شنیدن خبرهای مهم بخشیدید و من همه شما را بعد از کمتر از 3 ساعت در معرفی سرخط خبرهای مهم روز منتظرم.